نازنین بهترین رفع لگی بود که تو عمرم زدم. FPS هم کاملا ثابت شده و دیگه نوسان نداره. سلام عشقا، حال مالتون چطوره؟ حتما تو کامنت ها بنویسین چطورین، چون کل کامنت ها رو میخونم. عشقا میدونم خیلیاتون مشکل دارین تو FPS گرفتن و لگ نزدن، پس حتما تا آخر ویدیو نگاه کنین، چون قراره کلی نکته بگیم که هم بتونین از شر لگ خلاص شین، هم نکته های بیشتری میگم برای کسایی که میخوان گوشیشون چند تا FPS بیشتری از حالتی که گوشیشون میده بگیرن. پس عشقا حتما لایکو بزنین. شاید بپرسین چرا لایکو بزنم؟ چون وقتی که شما لایک میکنین این ویدیو رو یوتیوب به افراد بیشتری نشون میده و فقط به خاطر لایک ساده تو افراد بیشتری میتونن یه رفع لگ خفن داشته باشن و گوشیشون لگ نزنه. وقتی کامنت های ویدیو قبلی رو میدیدم همه میگفتن چرا رفع لگ نمیذاری، و خب این یه حقیقت تلخیه که 90% ایرانی دیوایس مناسبی هم ندارن و نمیتونن مثل پلیرای دیگه بدون لگ بازی کنن، مجبورن رفع لگ بزنن. و رفع لگ هم بگم اینطوریه که مثلا 2 هفته خوب کار میکنه و بعد 2 هفته دیگه کار نمیکنه و باید یه رفع لگ دیگه بزنی. منم نمیخوام نه یه رفع لگی براتون بذارم که کار نکنه و کل کانالم هم بشه ویدیو رفع لگ. اگه لایک های شما تو این ویدیو بالا باشه میفهمم از ویدیو رفع لگ خوشتون اومده و بیشتر براتون میذارم. به نظر خودم هر یکی 2 ماه یه بار یه رفع لگ اوکیه. اگه بیشتر شه کل ویدیوهات میشه رفع لگ و کلا به هم میریزه کانال. بگذریم در مورد رفع لگ هم بهتون بگم که با بقیه رفع لگا فرق داره و یه برنامه است و از طریق تنظیمات گوشی نیست. و چیز جالبی که این رفع لگ داره خودش بهت توضیح میده که چیکار کنی بتونی این لگ رو کمتر کنی و FPS بیشتری بگیری. من اینو تو هیچ برنامه یا رفع لگی ندیدم و خیلی جالبه دیگه. خود برنامه بهت میگه چیکار کنی که لگ کمتری بزنی. و فقط برای اینکه هیچ اشتباهی نکنی تو این رفع لگ زدن حتما تا آخر ویدیو نگاه کن. چند تا نکته هم بهت میگم که خیلی تاثیر داره تو رفع لگتون. میخوام تو ادامه ویدیو یه رفع لگ دیگه هم بهتون بگم، یعنی 2 تا رفع لگ که اینا رو با هم بزنی اصلا یه چیز بمب میشه. خب آقا نکته اول اینه که شما وقتی رفع لگ میزنی اصلا نباید DNS یا گراب بوستر بزنین، چون دیوایستون تمرکزش میره رو برنامه‌های متفرقه و دیگه 100% توانش رو نمیذاره برای گیم. نکته بعدی هم اینه که شما اگه آیپد 2026 هم زیر دستتون باشه تو گرما بذارینش لگ میزنه. شما وقتی گوشی دستتونه برین زیر کولر بازی کنین خیلی نتیجه بهتری میگیرین. اینو کسایی که رکورد میگیرن واقعا میفهمن. آقا نکته بعدی اینه که حتما موقع بازی قاب گوشیتون در بیارین، چون قاب نمیذاره گرما از گوشیتون رد شه. بعد این نکتهایی که بهتون میگم فکر کنین زیاد مهم نیستش، ولی هر کدوم اگه انجام بدین تفاوتش رو حس میکنین. و اگه میخوای واقعا بدون لگ پلی بدی حتی رفع لگ هم نزنی FPS بچسبه به سقف، تنها راهش اینه بری یه دونه فن خنک کننده بگیری. اونم حتما باید رادیاتوری باشه، نرین از این فن بادیا بگیرین. میدونم واقعا قیمتش بالاست ولی واقعا از شر لگ نجاتتون میده. و آقا خیلیا رو دیدم اصلا یارو داره تو آیپد بازی میکنه، ویدیو رفع لگ گذاشته میگه داداش گوشی داغ شد بذارش تو فریزر. چرت محض این حرف. من خودم گوشی قبلیمو میذاشتم تو فریزر، به یه ماه نکشید کل صفحه گوشیم لکه گرفته بود و صورتی شده بود و مجبور شدم کلا LCD رو بدم عوض کنم. واقعا جدی تا اینجا خودمو پاره کردم. تا هنوز لایک نکردی یه لایک و ساب مرامی بنداز پای ویدیو. و عشقا تا یادم نرفته حتما مدل دیوایستون رو چه ضعیف چه قوی برام کامنت کنین. میخوام ببینم مخاطبام چه دیوایسی دستشونه. و آقا این رفع لگ دومی که میخوام بهتون بگم در اصل پولیه تو فروشگاه پلی، ولی خب من رایگان گذاشتم براتون. و به جز اینکه خودش براتون همه چیز استیبل میکنه، راهنمایی که خودش تو برنامه میکنه انگار چند تا رفع لگو با هم زدی انقدر که خفنه. بریم برای رفع لگ اول که 50% لگتون رو از بین میبره. اول شما باید دیولپر آپشنتون روشن باشه که تقریبا همتون بلدین. اگه هم بلد نبودی تو دیسکریپشن راهشو برات نوشتم. بعد از اینکه این گزینه رو روشن کردیم باید برین تو گزینه همون دیولپر آپشن و گزینه گرافیک درایور پرفورمنس رو پیدا میکنی و میری توش کالاف هم پیدا میکنی. اولش روی دیفالته، برمی‌داری میزنی روی سیستم درایور. این یه کاری میکنه وقتی گوشیتون داغ شد خودکار یکم از گرافیک بازی رو بیاره پایین‌تر. خب برمیگردیم بازم به دیولپر آپشن و برمیگردی به گزینه دیولپر آپشن و این گزینه رو قبل از بازی روشن میکنین. دقت کنین فقط قبل بازی روشنش کنین و بعد بازی هم خاموشش کنین. و خب کلا از دیولپر آپشن بیایم بیرون و باتری رو پیدا کنین و برین روش و دنبال گزینه التیمیت مود میگردین و حتما قبل بازی روشنش کنین و بعد بازی خاموشش کنین. این گزینه کاری میکنه که محدودیت گوشیتون رو برداره، ولی خیلی گوشتون داغ میکنه حتما باید یه جای سرد بازی کنین. و خب تا الان 50% لگتون رو کاهش دادین و خب 50% بقیه‌اش هم تو ادامه ویدیو بهتون میگم. و آقا به نظرتون من چجوری این رفع لگ دومی رو پیدا کردم؟ همینطوری که داشتم دنبال یه رفع لگ توی چت جی پی تی و
و یوتیوب براتون میگشتم و هر کدومو امتحان میکردم، یا دیگه قدیمی شده بود و کار نمیکرد یا تکراری شده بود و قبلا آدمای زیادی گذاشته بودن تو یوتیوب. و خب ناامید برگشتم توی تلگرام و همینطوری شانسی رفتم توی یه گپی که بیشتر کالا فلیرا بودن و به صورت کاملا شانسی یه نفر داشت یه رفع لگی رو توضیح میداد و خب خودش میگفت خیلی خفنه. منم بهش گفتم اسمشو بده که برم امتحان کنم. گفت اسم چیه؟ فایلشو میدم بهت. فایلو ریختم، دیدم این نسخه رایگانشه. رفتم تو گوگل، بالاخره نسخه پولیشو پیدا کردم و دیدم واقعا تاثیر داره تو FPS ام. و خب به اون یارو تو گپم گفتم برو پولیشو بریز، رایگانش مالی نیست. ولی خب فقط نیومدم روی گوشی خودم تست کنم، چون گوشی خودم به طور معمول لگ زیادی نمیزنه و رفتم روی گوشی قدیمی سامسونگ هم تست کردم که دیدم اینجا واقعا داره بهتر کار میکنه و دیگه گفتم واسه شما عشقا بذارمش که بتونین استفاده کنین. و خب عشقا قبل از شروع آموزش دوم بهتون بعضی از راهنماییایی که تو خود برنامه میکنن رو بگم که آقا چون راهنمایی خود برنامه است مهمه و حتما تا آخرش گوش کنید و همه‌شو جدی بگیرین و حداقل یه بار امتحان کنین. اولیش اینه که به جای دیتای گوشی از وای فای استفاده کنین، چون تقریبا 40% داغه گوشیتون به خاطر اینه. و قسمت بعدی که به شما میگه برای نوتیفاست که تو بازی نیاد، اینو بعد تو گیم بوستر شیائومی خاموش کنین که تو گیم بوستر شیائومی اسمش زده DND. قسمت بعدی هم برای استوریج یا فضای ذخیره سازیه که حداقل باید 30%ش خالی باشه و بقیه راهنمایی ها هم همون چیزایی بود که قبلا بهتون گفته بودم. خب عشقا دیگه حرف زدن بسه، بریم سراغ آموزش. تا یادم نرفته میتونین فایل برنامه رو توی کانالمون بردارین که هم آیدیش رو صفحه میذارم و هم توی دیسکریپشن است. خب شما وقتی برنامه رو نصب میکنین ممکنه همچین اروری واسهتون بیاد که مهم نیستش، بزنین روی اینستال انیوی و وارد برنامه میشین و گزینه کویکو بزنین و فقط کالاف رو انتخاب کنین و دو تا گزینه بعدی هم فقط یه بار روش کلیک کنین و بیاین بیرون. و خب اینجا رفع لگتون آماده است، ولی برای اینکه نتیجه خیلی بهتری بگیریم باید بیاین اونجا علامت آچار زده و اینجا همه راهنمایی‌ها رو براتون گذاشته و دونه دونه انجام بدین. و بازم اگه تو بازی لگ داشتین بیاین اینجا روی کالاف بزنین و روی گرافیک ستینگ بزنین. اونجا چند تا برنامه دیگه نشون داده که دانلودشون کنین و استفاده کنین ازشون. و خب عشق داداش اگه تا اینجا دیدی که عشق منی، هر جا هم اگه متوجه نشدی و من بد توضیح دادم برو از اول نگاه کن. خب اگه عشقت هم کشید یه لایک بنداز پایین، یه سابم بزن. اگه هم حال نکردی که هیچی. و آقا هر کسی هم دیدی بهت گفت بیا یه روش بهت میگم گوشیت 120 FPS میشه، باور نکن، چون اصلا چنین چیزی وجود نداره. فقط رفع لگا یه کاری میتونن کنن لگت کمتر شه. و اگه بخوای 120 FPS رو بگیری راهی نداری. راه که هست ولی خیلی خطرناکه ها، اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. مثل رد کردن گوشی که کلا گوشیتون رو به فنا میده. خب عشق داداش این ویدیو هم تموم شد. اگه یه لایک یه حساب بزنید ممنون همتون میشم. خداحافظ.